بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است. بود فرمان روای کشور دل، خوش آن کشور که سلطانش حسین است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان دلم، بیننده های گرانقدر شبکه قرآن و معارف سیما، مردم نازنینی که این روزها هممون سوگوار و عزادار اربابمون مولامون امام حسین علیه السلام هستیم. مایی که دغدغمون اینه که جلسات و محافل روضه امام حسین علیه السلام کمرنگ نشه. الحمدلله هر سال که میگذره ما شور و شعور حسینی رو در وجود مردممون میبینیم. هر سال میگیم امسال عاشورا چه قوقایی بود، چه خبر بود، چقدر جمعیت، چقدر مردم عاشقی و دلدادگی کردن. این همان وعده است که به ما داده شده که ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. هیچ وقت این حرارت، این شور، این گرما سرد نمیشه، چرا که وجود نازنین امام حسین علیه السلام هر آنچه که داشت در راه خدا داد و خداوند متعال هم همه عالم رو به امام حسین علیه السلام عنایت کردن. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه، انشالله ذخیره‌ای برای دنیامون، قبر و قیامتمون باشه. انشالله ما هم توفیق داریم یاد خدا رو از جوار حرم نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها با افتخار تقدیم میکنیم و دعاگوی شما هست. خب دوستان عزیز، سوگواران و عزاداران حسینی، در ساعات و دقایق و لحظات سراسر غم و اندوهی هستیم. واقعا وقتی که انسان اگر چشم دلش باز بشه ببینه که در کربلا چه خبره، تو روزه ها هم بر موقعی که برای ما خوندن از بچگی تا الان، تمام غم و اندوه رو شاید در اون شب ما حس کردیم و اوج عزای امام حسین علیه السلام هست. انشالله که خدا به هممون توفیق عزاداری خالص رو عنایت بکنه. توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت هستیم و انشالله امشب هم از محضرشون بهره مند میشیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت و تعزیت. سلام علیکم خدمت شما، عرض تسلیت محضر شما. همه عالم عزادار ابا عبدالله هستند، در رأسشون هم وجود نازنین امام زمان. انشاءالله این جلسه ما، این صحبت ها، این آیات قرآنی که تلاوت میکنیم، همچنین عزاداری مردم عزیزمون تسلای خاطر حضرت باشه. سلام خدمت همه عزاداران ابا عبدالله الحسین، کسانی که واقعا برای امام حسین سوختید و انشاءالله اجر این سوختن ورود ما به خیمه ابا عبدالله الحسین و یاری امام زمان باشه انشاءالله. در خدمت شما. ممنونم. ما در خدمت شما هستیم. دوستان در خاطرشون هست که ما درس‌ها و آموزه های قیام سید الشهدا و نهضت حسینی البته بر اساس آیات نورانی قرآن در موردش بحث می‌کردیم روزهای گذشته و می‌خوایم در مورد یک آیه بسیار مهم از یک سوره‌ای که باز حالا در کنار حزنی که ما داریم، عزایی که داریم، اما نوید بخش هست. سوره مبارکه قصص آیه 5 که حالا وقتی که ما از امام زمانمون یاد میکنیم از جای هدایت بیشتر شاید متوجه این آیه بشیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه رو بیشتر برای ما باز بکنید، توضیح بدید، شأن نزولش رو بفرمایید. بله، من با یه آیه قرآن اول شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. سوره فجر سوره عجیبیه. بله، سوره امام حسین فرمودن سوره هم امام حسین هم امام زمان. آیات اولش رو به امام زمان تفسیر کردن و آیات آخر رو به ابا عبدالله الحسین. من معتقدم اون خورشیدی که توی کربلا میخواست محو بشه و دشمن همه تلاشش رو کرد که این خورشید از بین بره، این خورشید از بین نرفت و قرار طلوع بکنه. طلوعش میشه والفجر.
و انشاءالله ما منتظر اون منتی هستیم که خدا بر سر ما میذاره و خورشید کربلا ظاهر میشه انشاءالله به زودی انشاءالله. اما این آیات در واقع سوره قصص صفحه 385 جزء 20 آیه 4 ان فرعون علا فی الارض، فرعون روی زمین علو کرد، خود برتربینی داشت. استکبار یعنی همین. خدا کبریایی مطلق است، خدا حاکم است. و جعل کلمت الله هی العلیا، کلمه الله برتر است توی همه عالم. خدا رحمت بکنه از به امام. یه قاب پشت سر امام بود وقتی تو جماران صحبت میکرد، اونم این قاب بود، کلمت الله هی العلیا. ما دنبال این هستیم کلمت الله هی العلیا تو عالم محقق بشه. هیچ استکباری نگه من در کنار خدا، نگه من و در برابر خدا. اجازه نده احکام الهی روی زمین جاری بشه. خلاصه فرعون روی زمین علو کرد و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم، این افراد رو از هم جدا کرد، متفرق کرد، گروه کرد، تو سرشون زد. فاستخف قومه فاطاعوه، این قوم خودش رو تحقیر کرد. این تفرقه بنداز حکومت کن سیاست استکبار عالم هستش. چی کار میکرد؟ یذبح ابناءهم، بچه هاشون رو ذبح میکرد. و یستحیی نساءهم، خانوم هاشون رو چی کار میکرد؟ اسیر میکرد. انه کان من المفسدین. بلافاصله خدا بعد از این آیه این جمله رو بیان میکنه. تو همین فضای استکبار، تو همین فضای ظلم و جور، خدا یه طرحی رو برای آینده داره نشون میده. خیلی مهمه بفهمیم یه مربی بالا سر ما هست، یه خدا، یه ربی داریم که برای آینده تاریخ طرح داره، برای آینده تاریخ برنامه داره، افق مشخص کرده. خدا میگه ببین من اراده میکنم و اراده من تخلف ناپذیره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی اراده میکنه چیزی محقق بشود قطعا محقق میشود. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، خدا همه امور دستش هستش، بنابراین وقتی اراده میکنه قطعا محقق میشه. خدا میگه من اراده کردم، نوریدو من اراده کردم. پس جمع میاره اینجا پیام میخواد عظمت خودش رو بیان بکنه. نمیگه اراد، میگه نورید، میگه من اراده کردم. نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، من اراده کردم منت یعنی بار سنگین. ما تو فارسی میگیم مثلا چند من همون از هم ماده مننه منته، یک بار سنگینی رو روی دوش مستضعفین عالم بذارم. من میخوام بهشون منت بذارم، یک نعمت بزرگی رو بهشون بدم. اون نعمت بزرگ چیه؟ مستضعفین عالم. مستضعفین یعنی حالا تو این آیه همونهایی هستن که زیر بار ظلم و جور فرعون و فرعونیان بودن. خدا میگه این استضعاف همیشگی نیست، پایان داره تاریخ ظلم انقضا پذیر است. الملک لا یبقی مع الظلم. امیرالمؤمنین فرمودن با ظلم هیچ حکومتی پایدار نیست، همیشه از بین میره. خدا میفهمد این حکومت از بین میره و من همون مستضعفین رو نجعلهم ائمة، فرعون امامت میکرد، من اینا رو به جای فرعون امام میکنم. و نجعلهم الوارثین، ارث یعنی اون مالی که بدون زحمت به دست میاد. ببین وقتی که خدا مستضعفین رو حاکم میکنه، ثروت زمین رو میده دست مستضعفین. یوسف ته چاه افتاد، اجعلنی علی خزائن الارض، من رو حاکم قرار بده. خداوند متعال یوسف چاه نشین رو کرد حاکم و بهش به ارث داد خزائن، یعنی اون اموالی که اونجا بود و یوسف مدیریت کرد. خدا میفهمد که مدیریت همه این اموالی که الان دست فرعون داره ظلم داره میکنه به دست شما میرسه.
و نمکن لهم فی الارض، ما توی زمین به اینا مکنت میدیم، حکومت میدیم. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. فرعون و فرعونیان چرا اینقدر ظلم میکردن؟ چرا تفرقه بنداز حکومت کن میکردن؟ میخواستن نباشه یه روزی حکومت بیفته دست بنی اسرائیل، از این میترسیدن، برای همین اینقدر ظلم میکردن، برای همین کلاه هسته‌ای درست میکردن. تفکر انگلیسی. دقیقاً. برای همین خودشون رو آماده میکردن که هیچ وقت حکومت دست اینا نیفته. خدا میگه از همون چیزی که میترسیدن سراغشون میاد. همون مستضعفینی که داشت بهشون ظلم میشد میشن حاکم. و تو روایات این آیه رو درباره امام زمان تفسیر کردن که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، همه مستضعفین عالم حاکمشون میشه امام زمان علیه السلام. اولا بدونیم اول مظلوم عالم الان امام زمانه، بزرگترین ظلم به امام زمان شده و همین امام زمانی که اول مظلوم عالم هست خودش حاکم همه عالم خواهد شد و همه صهیونیست و جنایتکارای عالم که میترسیدن حکومت عالم به دست امام زمان برسه یه روزی رو خواهند دید که این حکومت به دست صاحب اصلیش میرسه. انشالله حتما این وعده خداوند متعال هست و خدا فرموده که ما اراده کردیم و اراده میکنیم پس قطعا محقق خواهد شد و دعا میکنیم، واقعا باید دعا بکنیم، مخصوصا تو این شبها و روزها که ما باشیم و اون روزها رو ببینیم و جزء اعوان و انصار و یاران و شهدای رکاب امام زمانمون باشیم انشاءالله. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر، با یاد خدا با شما هستیم و در کنار شما و آیه 5 سوره مبارکه قصص که عرض کردیم آیه معروفی هم هست که نتیجه این آیه شاید اراده خداوند متعال متعلق خواهد گرفت به ظهور مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا شاید بهتر باشه که بریم سراغ اینکه چه ارتباطی میتونه با قیام مولامون اربابمون آقای محسن علیه السلام داشته باشه. یا هدایت اگر نکته باقی مونده باز در مورد آیه بفرمایید و اگرم نمونده که خب ما بریم سراغ نسبتش و ارتباطش با محسن علیه السلام و قیام ایشون. ببینید تو این آیه میفهمد و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، مستضعفین مظلومین عالم قطعا ائمه خواهند شد و وارث خواهند شد نسبت به حکومتی که حاکمان طاغوت داشتند. نکته اساسی اینجاست که خدا نمیفهمد ثم ننجی، نمیفهمد که ما اینا رو صرفا نجات میدیم از دست ظلم و جور، میگه نجعلهم ائمة. بعضی جاها خدا کلمه ننجی رو بیان میکنه، مثلا ثم ننجی الذین تقوا یا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا. اینجا خدا میفهمد که ما صرفا اون پیامبران رو، مؤمنین رو از دست ظلم و جور مستکبرین نجات دادیم. این معناش نیستش که لزوما ائمه هم بشن. تو این آیه ادامه نجاته، میگه نه تنها نجات میدیم بلکه حکومت دست اینها میفته، اینها وارث حکومت حق میشن که به ظلم دست باطل افتاده بود، از دست باطل خارج میکنن، دست حق و جبهه حق میدن. این نکته خیلی مهمیه که ما صرفاً قرار نیست نجات پیدا بکنیم از ظلم ظالمین، بلکه قرار حاکم بشیم. و ما همین الان باید به مستکبرین عالم اعلام بکنیم که پایان تاریخ، آینده تاریخ دست جبهه حقه. خدا این موضوع تو آیات مختلف قرآن بیان میکنه. الا ان حزب الله هم الغالبون والعاقبة للمتقین. پایان تاریخ دست حکومت صالحین، حکومت حقه. جبهه باطل دست و پا میزنه. چند صباحی هم توی اون آیه‌ای که خدا میفرماید که انما نملی لهم لیزدادوا اسما، خدا میفرماید که ما به اینها فرصت میدیم، فرصت برای نیستش که به نفعشون باشه، برای اون آیه زشتی‌هاشون رو امهل الکافرین امهلهم رویدا. یعنی فرصتی که ما به کافرین دادیم فقط برای فرصت بسیار محدودیه، لیزدادوا اسما. پس بنابراین پایان تاریخ دست مؤمنینه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، این آیه اصلش مال امام حسین علیه السلامه که ارتباط آیه با جریان ابا عبدالله حسین. ببینید وقتی پیغمبر اکرم خبر
خلاصه تولد امام حسین علیه السلام رو به حضرت زهرا میخواستن بدن در دوران بارداری حضرت، پیامبر اکرم روضه امام حسین رو میخوندن. تو متن روایت اینه که پیغمبر اکرم بشرها بالحسین قبل حملهی و ان الامامه تکون فی ولدهی، امامت مال امام حسین و فرزندان امام حسینه. ثم اخبرها بما یصیبه من القتل، حضرت زهرا سلام الله علیها رو خبر دادن به شهادت امام حسین و شیوه شهادت. و حضرت زهرا خیلی برای امام حسین گریه کردن، گریه کن امام حسین بودن. بعد حضرت پیغمبر اکرم اینجوری بیان میکنن، میفهمد و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. زهرا جان من، این آیه مال حسین منه، درسته به حسین من ظلم میشه، درسته حسین من و پدرش امیرالمؤمنین مستضعف میشن، بهشون ضعیف میشن، بهشون ظلم میکنن، اما همینها خدا سرشون منت میذاره. و فرزند ابا عبدالله حسین تاسع من ولدهی، نهمین فرزند امام حسین به امامت عالم میرسه و همه مظلومین عالم رو او نجات میدهد. و این موضوع رو باید بدونیم که این وعده قطعی خدا با لشکریان آسمانی صرفا محقق نمیشه. همونجوری که خداوند متعال با لشکریان آسمانی میتونه امام حسین نجات بده، اما قرار بود لیقوم الناس بالقسط. اینا قبلا با هم بحث کردیم. همون 72 نفر همه تلاش خودشون کردن، استقامت کردن، به شهادت رسیدن پای رکاب امامشون تا عالم آماده صحنه ظهور بشه. لذا یه جریانی رو امام حسین را انداخت تو تربیت نسل‌ها برای سربازی امام زمان علیه السلام که مردم خودشون قیام به حق بکنن و خودشون زمینه اون منت الهی رو که ما مستضعفین به امامت امام زمان رهبران عالم میشیم و عالم رو، پایان تاریخ رو ما رقم میزنیم، انشاءالله محقق بشه و ما انشاءالله وارثان خون امام حسین علیه السلام. این شرط داره اون که ما الان استقامت در راه حق بکنیم، الان اجازه ندیم که از مسیر حق خودمون، خانوادهمون، قو انفسکم و اهلیکم نارا، طرف جبهه نار، این جبهه باطل، گرایش به جبهه باطل هم پیدا بکنیم، یعنی بی صبری بکنیم، اینو مواظبت بکنیم، انشاءالله پایان راه دست ماست انشاءالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آقا طیب الانفاسکم، خیلی ممنونم، متشکرم، استفاده کردیم. انشالله این اشک‌ها و گریه‌ها ذخیره‌ای برای قبر و قیامتمون و عنایت و توجهی برای رزق و روزی دنیامون باشه. عرض می‌داریم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعا و خدا نگهدار.